یک غلط فهمی صورت گرفته در بین مردم شایع هست. غالبا مردم وقتی استخاره میکنه بعد در بین مردم مشهور شده که حتما باید خواب ببینه، یک نفره بعد از استخاره حتما خواب ببینه. این دقیق نیست. یعنی از لحاظ شرعی این گپ نیست که حتما وقتی یک نفر استخاره کرد بعد به خاطر از اینکه عمل را انجام بده یا انجام نده حتما در خواب چیزی را ببینه. گرچه این احتمال وجود داره ممکن یک نفر بعد از استخاره چیزی در خواب ببینه که میتواند نوعی به اصطلاح جواب استخارهش بوده باشه. احتمال از این هست اما لازمیش نیست. یعنی گاهی وقتا مردم می رقم تصور میکنن، میخواد یک میگن من استخاره کردم چیز در خواب ندیدم. استخاره کردن و بعد از استخاره حتما چیزی را در خواب دیدن که تصور شود که جواب استخاره هست، تو چیز در شریعت ثابت نیست. اگر ممکن برای یک نفر اما یک حالت بیاید این احتمال وجود داره. بعضی از دوستا هست برای خودم قصه کردن یک مسئله متردد بودن، استخاره کردن، بعد استخاره یک خواب دیدن که خیلی واضح جواب برشان بوده. این امکانی از این وجود داره اما لازمی از این است. به همین خاطر روش مسنون استخاره هم نیست. وقتی انسان در یک کار متردد از کار حلال و مشروع متردد هست در اون حالت میتونه استخاره بکنه و بعد از استخاره انسان اقدام به عمل میکنه و بعد از او اگر کارش واقع شد، اون کار امور رقمی که می‌خواست امور رقم شد، قطعاً او به خیرش است. و اگر گاهی وقت یک نفر اقدام میکنه خب به اصطلاح یک سری موانع در مسیر راه از او میاد که او کار را پیش بردن نمیتونه. امی خودش نتیجه استخاره است. دقت کنید، یعنی نتیجه مفهوم استخاره امی است که وقتی یک نفر میخواد در کار استخاره بکنه، در رکعت نماز میخونه، دعا استخاره را میکنه و بعد از او اقدام به او عمل میکنه. بعد از او میبینه که کارش بسیار به سهولت پیش میره، چون مفهوم دعا استخاره است که پروردگار اگر تو میدونی به خیرم است فیسره لی، این کارا برای ما آسان بگردم، برای ما دی برکت بنداز و چیزا را برای ما مقدر بگو که خیر ما بوده باشه. پروردگار اگر تو میدونی که همین کار به خیر من است، تو مرا از او منصرف بگردان و او را از من منصرف بگردان. همین میخواد بعد از استخاره اگر کسی میبینه که در کارش کدام ممانعتی نمیاد و بسیار سهولت کارش میشه، اما کارش ان شاء الله به خیرش است و مطابق استخاره‌ای که کرده بود هست. و اگر میبینه که در کارش یک ممانعت‌ها ایجاد میشه، بد نشدن او کار به خیرش است و لازمه استخاره کردن این نیست که یک نفر حتما در خواب چیزی را ببینه.